بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. در قدم نخست عرض سلام و ادب و احترام دارم بر تمام برادران و خواهران عزیزی که برنامه خودشان یعنی پاسخ نور را بیننده هستند. امیدوار هستم ساعتی که ما در خدمت برادران و خواهران قرار داریم بتوانیم برنامه را ارائه بکنیم تا بر ملت مسلمه این برنامه مفید واقع شود. موضوعی که در پرتو از او موضوع بحث صورت میگیره ان شاء الله رابطه بر نتیجه مثبت توکل بر خدا جل و علا شانه. یقینا یک امری که میتوان بر انسان قوت بخشید یا انسان را به حالت تکامل برسانه بدون شک و تردید توکل بر خدا جل و علا شانه هست. و هر آن وقتی که یک فرد مؤمن یا مؤمنه در توکل از او کدام نقصان ایجاد شود اله العالمین جل و علا شانه این انسان را در امتحانات گوناگون دچار می سازد. اله العالمین جل و علا شانه در آیت از کلام رب کریم جل و علا مهربانی میکنه که خلق الانسان ضعیفا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. هر آینه خلق کرده شده و آفریده شده است انسان ضعیف آفریده شده است. وقتی که برش کدام خیر و نیکی میرسه این انسان ناشکر میشود. وقتی که برش کدام شر و ضرر میرسه هر آینه این انسان جزع و فزع میکنه. پس به اساس از این مطلب که انسان ضعیف آفریده شده است پس یقینا باید انسان را یک ذات قوی اکمالش باید بکنه. یک ذاتی که هیچ قدرت علیه از او قدرت توانایی بیشتری را نداشته باشه. یک ذات باید این انسان را اکمال بکنه که او خود ضعیف نبوده باشه. پس این انسان به کمک و همکاری همطور یک ذات ضرورت داره. و هر آن وقتی که این انسان بر اشخاص و افرادی که خود ضعیف هستند نمیتوانند خود را از هم و غم دنیا نجات بتن و این انسانم بر از اونها خود را متوکل بگردانه یقینا از همون ناحیه این انسان ضرر میبینه. چنانه که ما واقعی داریم که سیدنا یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والسلام روزی که مبارک را بر چاه می انداختن برادرانش حضرت یوسف علیه السلام خنده تلخ را از خود به برادرای خود نشان داد. برادر کلانش پرسان میکنه که حال خو وقت خنده نیست که تو میخندی، سبب از این خنده تو در این وقت چه چیز هست؟ حضرت سیدنا یوسف علیه السلام مهربانی میکنه که روزی بر دل ما این مطلب خطور کرد که
که چه کسی میتوانه بر یوسف ضرر برسانه؟ قبل از ای که بحث را ادامه بتیم، عایشه خواهرمان از کابل به تماس هستند. سلام علیکم. سلام علیکم خواهر، بفرمایید. شما از کسی پول قرض گرفته بودین که فرد فوت کرده؟ خواهر سوالتان را درست دقیق گرفته نتوانستیم، تکرار بکنین سوالت خواهر. درست است خواهر، انشالله جوابتان رو میشنوین. حضرت یوسف علیه السلام فرمود که روزی از روزها این مطلب بر ذهن ما خطور کرد که یوسف چطور از کسی ضرر میتوانه ببینه با وجودی که همچون برادران تنومند یوسف داشته باشه. یعنی بر برادران خود این مطلب را میفهمانم که ما لغزش روزی از روزها از پیش ما صورت گرفت که ما به این فکر شدم که الحمدلله یوسف چنین برادرانی که داشته باشه کسی بر از اینها بر یوسف ضرر رسانیده نمیتوانه. الله تبارک و تعالی افرادی که محبوب تر از بنزدش، افرادی که مقرب تر از بنزد بارگاه الله تبارک و تعالی در کوچکترین لغزش از اونها بزرگترین امتحان را میگیره. و ایره بر حضرت سیدنا یوسف علیه السلام می آموزانه هیچ گاه و هیچ زمان از هیچ افراد دل پر نباید بکنی. کسی که خود ضعیف باشه چطور میتونه حامی از برای دیگر ضعیف شود؟ یگانه راه کامیابی یک فرد فقط وابستگی به ذات کبریایی الله تبارک و تعالی هست. حاجی صاحب شکرالله از کابل به تماس هستند. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین برادر، بفرمایید. درست است برادر، درست است. انشالله از طریق تلویزیون بشنوین. سلامت باشین. خواهر سوالی کردن از کابل به تماس بودن که از کسی قرض گرفتن و او قرضی که او زمان گرفتن نسبت به پول فعلی ارزش از او پول کمتر بوده و فی الحال او فردم فوت کرده. چگونه اینها پول از او فردی که اینها از اونها قرضدار هستند بپردازه؟ خواهر عزیز می توان به محاسبه آن زمان پولش را سنجیده و این پول را بر ورثه از اونها شما تسلیم بکنین، یا اگر ورثهش را هم در نمیابین مفقود هستند می توانین ارزش از او پول را سنجیده و این پول را صدقه کرده و ثواب از این پول را
برای از او برادرمان یا خواهرمان که شما ازشان قرضدار هستین بپردازین. سوال دومشان همچنین مشابهت به همین سوال داشت که تخم مرغ را از کدام مادر قرض گرفته بود و بالاخیر او مادر از دنیای هستی رحلت کرده و ای را چگونه بتوان که بر از اونها قرض از اونها را بپردازه. خواهر بزرگوار می توانیم که ارزش از ای تخم را سنجیده و امو اندازه پول را صدقه کرده و ثوابش را بر از او خواهر برسانین. انشاءالله اله العالمین جل و علا شانه از این دین و قرض شمایان را خلاص می گردان. اگر ورثه از اونها هست پیشترم گفتم می توانین بر از اونها بپردازین، در غیر از او همین کار را شما انجام بدین، همین راه حل است انشاءالله. و روزی از روزها سیدتنا بیبی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها استراحت هستند. بعد از نماز صبح نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مبارکه را بیدار میکنه و برشان مهربانی میکنه برخیزید و خود را از نعمت برکت بعد از ادای نماز صبح محروم نگردانید. واقعات داریم، حتی در احادیث وارد است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکی از جمله عوامل فقر علیه یک فامیل و محله ای است که بعد از ادای نماز صبح بخوابند. این عاملی است که علیه انسان فقر را به وجود میاره. کوشش بکنیم که بعد از نماز صبح استراحت نداشته باشیم، حداقل تا به برآمدن آفتاب که زمان بعد از طلوع فجر صادق و قبل از آفتاب برآمدن زمانی است که به زمان وقت تقدیری نامیده میشه. در از این وقت باید که به حد نهایی کوشش بکنیم که از کاری را داشته باشیم. توکل بر خدا نتیجه را بر یک فرد ایجاد میکنه که میتوانه انسان به توسط توکل بر خدا جل و علا آرامش در زندگی خود پیدا بکنه. واقعی را علما مهربانی میکنند که روزی از روزها در دریا طوفان ایجاد میشه، کشتی حالتش به هم میخوره، سرنشینان کشتی از هر اطراف و اکناف کشتی چیغ و فریاد بلند میکنند که بعضا اوقات ناخواسته یا خواسته در حالات اضطراری از انسان چیغ و فریاد بیرون می شود. از فرط همی چیغ و فریاد طفلک 2 ساله‌ای که خواب از در کشتی بیدار میشه. مادر خدا پرسان میکنه مادر جان چی گپ است، چرا قدر سر صدا هست؟ مادرش برش مهربانی میکنه که فرزندم طوفان شده است و حالت دگرگون شده. سرنشینان کشتی از فرط ترس و وهم از این کشتی هراسان هستند و چیغ و فریاد میزنن. دخترک پرسان میکنه که آیا پدرم با پشت فرمان کشتی هست یا نه؟ اما آله چوبی که به توسط از او میتوان کشتی را به طرف چپ و راست هدایت کنند. مادرش میگه بله دختر جان پدرت هست. دخترک مهربانی میکنه که اگر پدرم باشه پس هیچ غم و هیچ ترسی بر بالای ما نیست. علما مهربانی میکنن چگونه توکلی که این دختر علیه وجود پدر خود داشت پس دوباره میروه به جایگاه خواب خود استراحت میکنه و پس دوباره به خواب عمیق میروه و از نتیجه از این حکایات مهربانی میکنن علما زمانی که یک فرد خالق همچون الله تبارک و تعالی داشته باشه پس هیچگاه تشویشی را بر خود راه نده. ساره خواهرمان از بلخ به تماس هستند. سلام علیکم. سلام علیکم مولوی صاحب. علیک السلام. خواهر بفرمایید.
مولای صاحب خودم 6 تا طفل یتیم دارم. کلش هم خود خورد است. چونکه طفلکی کلانی دخترک کلانی 10 ساله است. خودم از مادر از 6 تا طفل خود دارم دیگه. جناب مولای صاحب میگه کسایی که دمی دفترها به ما کمک کرده میگه پیسه دادایه تو زکات برابر کرده میگه شما قربانی هم کرده میتونید صدقه هم کرده میتونید چون که طفل خودی طفلک 2 ساله است. سوال من میشه مولای صاحب؟ بله میشنم، بگوین همشیره. طفلک خودم 2 ساله است مولای صاحب. شما هم 3 سال شده که پاس کرده طفلک 15 روزه بدین است زمان میزان 3 ساله میشه بخیر دخترک خودم. این مولای صاحب میگه که پیسه دادایه تو زکات برابر در این خو از طفلا یتیم است مولای صاحب میگه شما نقل روشنی فرض شده. درست است خواهر. این مالی که برای شما مانده است این مال از او اطفال هستند یا مربوط به خود شما میشه مادر؟ نه از اطفال هستند که دستایی که در مزار شریف همی کمک‌ها را برای ما میکنه از 2 تا دفتر است. مستقیم بر از او اطفال کمک میکنن؟ بله مستقیم به اطفال کمک میکنه. مربوط به خودتان نمیشه و این مال؟ مربوط به خودم نمیشه مولای صاحب اینمی 2 تا دکان از شوی ما بگی او را مای 3000 2000 گرام میتون یعنی هر که شما هم ختم میکنم و چیز هم شما هم نتیش نکنم مای میزان هم که شما سالی که خیلی میکنم مولای. درست است همشیره، بشنوین از طریق تلویزیون. خواهرمان ساره از بلخ به تماس بودند. سوالشان ای بود که طفلکای یتیم دارن، شوهرشان فوت کرده و به نسبت به کمکی که از طریقه های مختلف ورشان می شود اینها با فرموده علمای جایگاهشان صاحب نصاب شدن و می توانند قربانی بکنند. خواهر عزیز شما یک وسیله هستین بر رسانیدن حق افراد به عهدهشان. پس بناهن می توان گفت که شما حقیقتا سرپرست از او اطفالی هستین که از هر اطراف و اکنافی که کمک میشه با واسطه شما میشه. پس شما در جایگاه پدر علیه از این اطفال سرپرستی میکنین. اگر پدر هم زنده می بود و مال در خانه می بود مربوط بر پدر میشد. فعلا اطفال شما خرد هستند، اونها توانایی از این ندارند که صاحب از او پول شوند یا او پول را بر خود بتوانند نگاه کرده. پس شما هم سرپرست علیه از اونها هستین، هم می توانین مخارج از اونها را تأمین بکنین. پس بناهن اگر خودتان صاحب نصاب هستین که شوهر شما بر شما یک 2 دکان مانده است و از او می توانین مخارج زندگی تران را پور کنین و همچنان کرایه دکان را میگیرین، در ضمن از او کمک های میشه بر شما. خواهر عزیز من برای شما مشوره دارم، ختم کردن مستحب عمل است. اگر صاحب نصاب هستین توانایی دارین که مقدار نصاب علما بر شما بیان کردن که شما صاحب نصاب هستین، ختم کردن اعمال مستحبه هست و عمل نفلی هست. اما قربانی کردن در صورتی که صاحب نصاب باشه یک فرد مؤمن یا مؤمنه، او علیهش واجب است که باید قربانی کنه. پس در ختم نکردن مؤاخذه نمی شوین، اما در قربانی نکردن یک فرد مؤمن با وجودی که صاحب مال باشه و صاحب نصاب باشه، چه مرد باشه چه زن باشه، او انسان مؤاخذه می شود اگر در این عمل کوتاهی بکنه. پس کوشش بکنیم زمانی که علما بر شما فتوا میتن یا بر شما دستور میتن که صاحب نصاب هستین، حالت خود را حالت شما را نسبت بر ما اونها آگاه تر هستند. اگر مربوط خودتان میشه و پول میتوانین که شما اگر صاحب نصاب هستین قربانی باید بکنین. در غیر از او اگر مربوط شخصی از او اطفال میشه، باز او پیسه را در جای بیجا شما مصرف کردن نمیتوانین، مربوط بر از او اطفال میشه و شما یک امانتدار از برای مال یتیمان میباشین، نمیتوانین بیجا مصرف کردن. اما بازم بر شما تکرار میکنم که اگر شما خود مالک از او پول هستین و صاحب نصاب هم شده این، می توانین باید قربانی میکردین که علمای کرام بر شما گفتن باید کوتاهی در قبال قربانی خود نمی داشتین. توکل بر خدا چنانی که بیان کردیم،
این تفلک زمانی که استراحت میکنه و میخوابه به این منظور که پدر ما در کشتیران هست، دیگر ما هیچ غم و اندوهی ندارم، باید یک فرد مؤمن یا مؤمنه همچنان به مثال توکل همین تفلک متوکل به ذات کبریایی الله تبارک و تعالی بوده باشه. و ذره نقص اگر در توکل از این انسان از هر ناحیه‌ای که موجود شده باشه و یا موجود شود، این انسان متضرر می شود. یقینا نتیجه های توکل را که در تواریخ درج بکنیم می دانیم که افرادی که با ایمان کامل و توکل کامل به بارگاه الله تبارک و تعالی حرکت کردن، سر به سجده گذاشتن، علیه نفس خود مبارزه و مناظره کردن، الله تبارک و تعالی اونها را به حالت خودشان واگذار نساخت. الله کریم جل و علا شانه حامی از اونها گردید. سیدنا ابراهیم علیه السلام زمانی که قحطی به وجود میآید، افراد می روند نزد نمرود، چون صاحب سلطنت و پادشاهی بود، مال دنیا پیشش فراوان بود، می رفتن تا آذوقه دنیای خود را تمویل بکنن از طریق نمرود. نمرود قبل از ای که برشان آذوقه و طعام بته ازشان پرسان می کرد رب تو کیست؟ تا او فرد نمی گفت رب ما تو هستی، برش آذوقه نمی داد. زمانی که پرسان می کرد رب تو کیست، بلا فاصله می گفت رب ما تو هستی. نمرود برش یک چیزی از آذوقه های دنیا میداد تا چند روزی از مخارجش تکمیل میشد. در همین ردیف سیدنا ابراهیم علیه السلام هم به درگاه نمرود رفت. وقتی که همو وسیله خود را حضرت ابراهیم علیه السلام پیش کرد، نمرود سوال کرد که رب تو کیست؟ سیدنا ابراهیم علیه السلام فرمود که ربی الذی یحیی و یمیت، خدای ما ذاتی هست که می میرانه و زنده می سازه. نمرود گفت که این کار را خود من هم کرده می توانم. یک فرد بیگناه را که از راه گذر می کرد گرفت به قتل رسانید. گفتی کسی بود که زنده بود، من ای را کشتم، از بین بردم. یک فردی که باید قصاص می شد، او فرد را گرفت آزاد کرد. گفت ای انسانی که قتل از ای حتمی بود، من ای را آزاد کردم و زنده کردم. ای را خود من هم کرده میتونم. حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی که عکس العمل نمرود را میبینه که ای انسان خو بالکل از عقل عاری است، ابراهیم علیه السلام عرض میکنه پروردگار ما ذاتی است که آفتاب را از طرف مشرق بر میخیزانه و به طرف مغرب می نشانه. پس اگر قدرت خدایی داری، از طرف مغرب برخیزان و به طرف مشرق بنشان. فبهت الذی کفر، مبهوت مان، بی جواب مان کسی که کفرانگی کرده بود که نمرود بود. مهربانی میکنن که بعد از گفتن جواب علیه سؤال نمرود به ابراهیم علیه السلام خطاب کرد که برای از درگاه ما بیرون شو، تو ارزش از ایره نداری که ما بر تو آذوقه بتم. سیدنا ابراهیم علیه السلام از درگاه نمرود بیرون می شود و در میان راه پیش خود یک سوچ و فکر میکنه که باید دست خالی نباید به خانه بروم. ریگی را از بیابان در بوجی خود پر میکنه و در خانه خود داخل میشه. اتفاقی که فامیلشان هم استراحت میباشن. حضرت ابراهیم علیه السلام هم به این منظور که ما هم رفع خستگی داشته باشم مبارک استراحت میکنه. همین زمانی میباشه که فامیلشان از خواب بیدار میشه، به این فکر میشه که در بوجی ممکن حضرت ابراهیم علیه السلام چیزی را آورده باشه که ما آماده بکنم. میره و سر بوجی را باز میکنه که آرد بسیار شفافی در داخل بوجی جایگزین شده است.
و این آرد را خمیر میکنه، بالاخره نان را پخته میکنه و حضرت ابراهیم علیه السلام را از خواب بلند میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام سوال میکنه که چرا از خواب بیدارمان کردی؟ مهربانی میکنه همسرش که برخیز که نان آماده شده است. محمد از قندوز به تماس هستند. سلام علیکم و رحمت الله. برادر کمی بلند گپ بزنین. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایین. محمد هستم، ولایت قندوز. بفرمایین برادر. یک سوال داشتم. بفرمایین برادر. یک پدر 4 دختر داره، 4 تا بچه. سوالتان بگوین برادر. 4 تا بچه ایشم ارزش میده، 3 تا دخترش ارزش میده، یک دختر هیچ ارزش نمیده. مثلا در هر جایداد خود سودا میکنه، هیچ ارزش نمیده. دخترشون بسیار اقتصادشون هم ضعیف است. فرزندای خود را از دست میته به چی معنا؟ اونها فوت میکنن یا به چی معنا از دست میته؟ نه، جایدادشون سودا میکنه، پولشون مثلا نفته یک دخترش که ناتوان است، نادار است، او را هیچ ارزش نمیده. مثلا هیچ باید اولاد خیلی نمیکنه. خب ارزش میته. درست. سوالتان همی چیز است برادر؟ درست. برادرمان محمد از قندوز به تماس شدن. قبل از اینکه سوال از اینها را پاسخ بدیم وقفه کوتاهی داریم، ان شاء الله زود برمیگردیم. مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم به برادران و خواهرانی که تازه به برنامه خود پیوستند. موضوعمان رابطه بر توکل بر خدا جل و علا شأنه بود. الله کریم جل و علا شأنه در آیتی از کلام لا ریب خود مهربانی میکنه: من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که از خدا ترسید و تقوا پیشه کرد، الله کریم جل و علا شأنه از راه اون را روزی برش نصیب بگردانه که هیچ حساب از او راه نبرده باشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و کسی که توکل کرد بر الله تبارک و تعالی، پس اله العالمین جل و علا شانه بر از این فرد بسنده هست. چنانه که مهربانی میکنند، دو شاگرد از استاد خود پرسان کرد که استاد راه حل مشکلات من در چه چیز هست؟ بلا فاصله استاد برشان جواب میده: فرزندم، راه حل مشکل شما از زمین تا به زانوی شما هست. حیرت ماندن که مطلب استاد به این منظور چه چیز هست؟ از زمین تا زانوی ما چه چیز راه حل است؟ وقتی که از صنف بیرون شدن به همدیگر مشاجره کردن، گفتن که منظور استادمان از راه حل این مطلب چگونه هست؟ یکیش تشبیه یا مسائل سخن استاد را بیان کرد که منظور استادمان این است که زمانی که به همراه کدام مشکل سردوچار میشی، یک مرتبه در جا نشسته سوچ و فکر بکو، پس دوباره حرکت بکو تا راه حل مشکلت برات پیدا شده و مشکلت را حل کنی. فرد دومش میگه نخیر، منظور استاد ما چنین نیست. فاطمه خواهرمان از کابل به تماس هستند. سلام علیکم. سلام علیکم. علیک السلام خواهر، بفرمایید. مربع فرمیدم یه سوال داشتم. من دست پای من لکه داره، دکترها رفتم خونی خراب شده، یعنی سیره من ما خواه دیدیم و یک سیر مگه به ایش رفته بدیم به ازیارت مگه همون مگه همین مگه دست پای همون یک آدمی سفیر خواه دیدیم مگه گفت که دنی زیارت بیایه همین دست پای کن میتونم مگه دکتری کردم دست پایم همین لکه داره
ondan çıkıyorum. نامش آسانه موارد نون دارم اگه بود نه اگه آدم رسیده داری جارا نمی حالتی های خلی که بود مگه همی چی داره که ما بریم نریم حالتی درست از جوابتان را بشنوین خواهر. فاطمه خواهرمان از کابل سوالی کردن. قبل از ای که سوال از این خواهر ما را جواب بدیم، قبلا محمد از قندوز به تماس بودن و سوال کردن که فرد 4 دختر داره و 4 بچه داره که از میان از این فرزندان خود 4 بچه و 3 دختر خود را ارزش بالاتر برشان قائل است و 1 دختر را با وجودی که فقیر است هیچ ارزش برش قائل نیست. اولا خب ما چون نمیتوانیم در غیاب فیصله های صورت بگیریم که چرا برای از این دختر خود ارزش قائل نیست. ممکن کوتاهی های از طرف دختر علیه والدین صورت گرفته باشه که سبب نفرت والدین یا پدر علیه از این دختر شده باشه. اگر کوتاهی های نبوده باشه، پس چرا یک فرد با وجودی که 8 فرزند داره 7 فرزند خود را، اگر ما بگیم که تنها فرزندای بچه خود را این فرد ارزش قائل هست و دختران را ارزش نمیته، پس این مبنا معلوم میشه که این انسان انسانی است که تقریبا هوا و هوس جاهلیت در سر می پرورانه. پس نه این انسان هم به دخترها ارزش قائل است با وجودی که 4 بچه و 3 دختر را ارزش قائل است، پس چرا 1 دختر را ارزش قائل نیست؟ پس از این معلوم میشه که کدام کوتاهی های از طرف همین دختری که سبب شده مو کوتاهیش که این پدر بر از او ارزش قائل نباشه، همون کوتاهی است که ای را از ذهنیت از او پدر منفور ساخته. قبل از اینکه جواب را کامل بکنیم، حاجی عبدالحی از کابل به تماس هستند. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیک السلام و رحمت الله. سلامت باشی برادر، بفرمایید. من مولوی دو دختر دارم و 2 بچه. دو تا دختر ما ورزای من نبود، همی همسر ما گرفت و خارج دادم. من اینجا رنگ می‌بودم دیگه می‌کنم به این وطن ما کاس ما اسلام هستیم. سبا به حضور خدا داریم خواست مثل کرد. عجب که عجب سوالی که نفس یا چی با دنیا به آیا مسئولیت با دوست خود ما چه مسئولیت با دوست همسر من. مالا که به این سوالا درست است. انشاءالله بشنوین سوال شما جواب میشه. مطلب ما در از این بود که او پدری که به 1 دختر خود ارزش نداد، پس کوتاهی شاید از طرف دختر بوده باشه. اگر نبوده باشه کوتاهی از طرف دختر، پدر اگر بر کدام فرزندان خود بدون کدام مورد ترجیح میته، پس او پدر مسئول از قبال از او دختر خود هست که چرا بر از اونها ارزش قائل نیست. پس بنابراین توصیه معی است که هر دو حقوق خود را همدیگر را باید نگاه بکنند، چه پدر باشه چه فرزندانش که دختر باشه یا پسر باشه، باید حقوق همدیگر را پایمال نکنند. فاطمه خواهرمان که از کابل به تماس بودند سوال کردند که لکه های در دست پایشان در صورتشان وجود داره و کسی در خواب فرد موسفیدی را دیدن که بر از اینها تشویق از این مطلب را کرده که در فلان زیارت برو، انشالله شفایاب میشی. خواهر عزیز، ما چندین اعمال را به خاطر شفای امراض ما وجود داره. اول نسخه های قرآن کریم که دم و دعا و شف و کف از تعویض همچنان ثابت است و همچنان وسیله پیش کردن یا دعا طلبیستن از بندگان خاص و مخلص خدا جل و علا شانه هم مشکلات نداره و همچنان تداوی عصری که به توسط داروها و دواها تداوی می شود. اگر حجاب مراعات می شود مشکلی نداره که اگر در سر زیارت می رویم و یک ولی از جمله اولیای خدا را جل و علا شانه را به خاطر رفع کدام مشکلمان وسیله پیش میکنیم. البته این مطلب را دقیق متوجه شویم، وسیله پیش میکنیم، نه که ما مستقیم از کدام
ولی از کدام پیغمبر یا از کدام فردی از افراد ما مستقیم از اونها طلب بکنیم. افراد دقیق مسئله را متوجه نشده و فتوای شرک و کفر و اینا آن را به افرادی که توسط رفتنشان به زیارت برشان تاپه میزنه باید از اونها خودداری بکنیم. مطلب ما در از اینجا است که اگر میتوان حجاب را مراعات کرده در راه امنیت وجود داشته باشه کدام مشکل نداره. برادرمان محمد دوباره از قندوز فکر میکنم به تماس هستند. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. درست مولای صاحب سوال ما بیشتر یکم تحقیق مشتبه شد. پدر که یک پدر مثلا پدر سعودی شکارگاه میکنه جایگاه شکارگاه میکنه سر بچه‌اش مطرح میکنه دختر آها درست است. سوال درست. ما سوال شما را گرفتم برادر عزیز. انشاءالله جواب بشنوین. خیر. قبلا برادرمان که سوال کرده بودند در رابطه به مسئله حق دختر. برادر، یک پدر زمانی که در قید حیات می باشه مال خود را خودش می توانه که بخشش بکنه، ولو که اگر امی مال را تنها بر یک فرزند خود بخشش میکنه یا به تمام فرزندان خود بخشش میکنه. خب لیکن این مطلب را متوجه شوه که این پدر پیش خدا جل و علا مسئول است. کوشش بکنه که فرزندان خود را، علل خصوص فرزندانی که فقیر و دست پا مانده هستند، اونها را از حقوق یا از مالی که خدا جل و علا شانه برشان نصیب گردانیده است اونها را بی نصیب نسازند. اگر یگان ترجیحات وجود داره بر یک فرزند خود بیشتر تر میته، بر یک فرزند خود کمتر، به طور مثال یک فرزندش عالم است به خاطر علمش، به خاطر عزت علمش برش مال زیافتر میته، یا یک فرزندش فقیر است از به منظور از این که فقر ایر دست پای از ایر بند ساخته است و او برادرش یا او خواهرش از نگاه مادیات دنیا بیشترتر مال دارن، با او فقیر بیشترتر میته مال از جمله اموال دنیا، کدام مشکل نداره. اما اگر بر دیگر فرزندان خود کدام مال از جمله اموالی که خدا جل و علا شانه برش نصیب گردانیده بر از اونها بیشتر میته و یک فرزند را محروم میسازه از این عمل، این سخت بدانه که به نزد بارگاه الله تبارک و تعالی مسئول است و جوابده از این عمل خود است. چرا او خواهر را از حقی که خدا جل و علا شانه از اون مالی که تو بر تو نصیب گردانیده است و او حقیقتا مالی است که الله تبارک و تعالی بر تو نصیب گردانیده، از او حقش چرا محرومش بسازی؟ یا از او نعمت چرا او را محروم بسازیم؟ نباید چنین کار کرده شود. این ذهنیت را باید از ذهن خود ما دور بسازیم. هیچ فرزند خود را از فرزندان خود ترجیح و مرجوح نگردانیم. ای که با پیش بارگاه الله تبارک و تعالی کدام فرزند ما کدام عزتی را که داره او الله تبارک و تعالی خود دانست و خود برشان حصه را الله تعالی نصیب میگردانه. برادرمان شاه جان از کندوز به تماس هستند. سلام علیکم. میشنوین برادر؟ خواهر عزیز میشنوین؟ جای خوبتر انتخاب بکنین خواهر، صدایتان قطع وصل میشه. ما اجتماع قبول کنیم بعد از قبول کنم دلش که میخوریم کلام هم نگرفتم هیچ چیز نخواستم مقصد یک سلا بار ما داشت از کلا پر هیچ چیز برم نگرفت اون روزی که توی ایران ده بعد از ایران گرفتی آقای دیمه جان لیده قسمه داشته بسیدیم. خواهر در شیرینی خوری شما نکاح کرده بودین در شیرینی خوری؟ صدایتان قطع وصل میشه. یک جای خوبتر انتخاب بکو خواهر، صدایتان قطع وصل میشه، سوالتان را دقیق گرفته نمیتوانیم. در شیرینی خوری نکاح کرده بودین؟
میشنوین خواهر؟ متاسفانه تماس خواهرمان عزیز دادیم. امیدوار هستیم که باز دوباره تماسشان وصل شود. پس بنابراین در جواب خواهرمان که فاطمه از کابل گفته بودند زیارت رفتن به خاطر منظور شفایابی بدنشان مشکل نداره اگر کدام امنیت راه وجود داره و همچنان کدام مشکلات امنیتی وجود نداره میتوانند برن، اما با اصول و ادب زیارت رفتنی که علما بیان میکنن. حاجی صاحب عبدالحی برادرمان از کابل سوال کردند که 3 دختر داشتند و 2 پسر داشتند و با مشوره همسرشان یا به زور همسرشان این دختران از اینها را به کسانانی که در خارج بودند به نکاح دادند و اونها بالاخره به خارج رفتن یا هر جهتی که سوالشان بود به این منظور که آیا در کدام مصیبت ها یا گناهانی که اونها مرتکب میشن یا در امی مسئولیتی که به شوهر دادن که اینها رضایت نداشتن آیا پدر هم مسئول است یا خیر؟ بله، چرا نه برادر عزیز. به نسبت به همسر پدر به نهایت مسئولیت برتری را داره به نسبت به فرزندان خود. انشاءالله جوابت را متوجه باش. قبل از اینکه جواب کامل بسازیم نرگس خواهرمان از کابل به تماس هستند. سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر. بالایشان اتصال دارم از اینجا مردم میرنه میگه مستقصه و لیسان بجاعت مردم جارت هست میگه جار مطل دارد این نظر ثابتی اسمش نخواد باید مشکل خواه باسان میکنه و همون در بجاعت بردگاه کم نیران چیزی را بندی که را خاطر از همون میکنه یعنی نظر بلام مرم میکنه. درست است خواهر، بشنوین از طریق تلویزیون. نرگس خواهرمان از کابل سوال کردند که مشکل کشا بعضی از افراد به خاطر کدام مشکلی که دارند طور مثال یادآور از این مطلب میشن که مشکل کشا حضرت علی صاحب در زیارت یا در مزار شریف کدام مشکلی داشته باشی و مشکلت را از بین ببره یا است که توانایی از این داشته باشه تو میتوانی از اون مشکلت را رفعش را طلب بکنی. خواهر عزیز در حقیقت مشکل کشا مرفوع کننده کدام مشکل خالق یکتا الله تبارک و تعالی هست. هیچ فردی از افراد از جمله مخلوقات مستقیم خود بدون اجازه الله تبارک و تعالی مشکل هیچ فردی را رفع کرده نمیتوانند. پس بنابراین حقیقتا الله تبارک و تعالی مشکل کشای هر بنده و هر مشکلی هست، ولیکن الله تبارک و تعالی بالواسطه بعضی از بندگان خاص و مخلص چنانی که الله تعالی مهربانی میکنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض والسماوات. اگر الله تعالی بعضی از بلاها را بالواسطه بعضی از بندگان خاص خود دور نمی ساخت هر آینه این زمین و آسمان فاسد می شد و از بین می رفت. ما بر از یقین داریم که رویدار یا وسیله به نزد بارگاه الله تبارک و تعالی وجود داره. می توانیم بعضی از بندگان خاص الله تعالی را به نسبت به کدام مشکلی که داریم اونها را وسیله پیش کرده و رفع مشکل خود را از بارگاه الله تبارک و تعالی حقیقتا بطلبیم و این در دعا مؤثر است و این در واقعات مستند ثابت شده است. چنانی که قحطی در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با وجود آمد. فردی از افراد نبی اکرم علیه السلام را در خواب میبینه که رسول خدا علیه السلام برش در خواب دستور میده که برو پیش حضرت عمر برش بگو به خاطر بارش باران بر حق امت دعا بکنه و طلب بارش بکنه. زمانی که این مطلب به حضرت عمر صاحب رضی الله عنه میرسه، حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه از خود تواضع نشان میده
و کاکای گرامی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را وسیله پیش میکنه و در دعای خود اینطور مهربانی میکنه که بار الها ما اگر به پیشت کوتاهی های داریم، کمی و کاستی داریم، پروردگار کاکای گرامی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فردی که تو بریش حیای از ای در صحرای محشر فرمودی که من از ریش سفید یک مسلمان حیا میکنم، با وجودی که کاکای گرامی از خاندان نبی اکرم علیه السلام است، پروردگار این را بر تو وسیله پیش میکنیم که علیه از ای امت رحم بگردان. حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه خوب مستقیم می توانست که از بارگاه الله تبارک و تعالی درخواست بکنه و دعا بکنه، لیکن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کاکای گرامی رسول خدا صلی الله علیه وسلم را وسیله و واسطه پیش میکنه. بله می توانیم بعضی از اولیاء را به خاطر کدام مشکلمان وسیله به بارگاه الله تعالی ما پیش بکنیم. در یکی از پذیرش توبه حضرت سیدنا آدم علیه السلام علما مهربانی میکنن، البته گرچه تعداد مهربانی میکنن روایت ضعیف است، ولیکن این مطلبی است که به سمع اکثر مفسرین رسیده است و مروی شده است از اونها. مهربانی میکنن حضرت آدم علیه السلام به خاطر پذیرش توبه خود وسیله پیش کرد که بار الها به حق محمد صلی الله علیه و سلم مر مغفور بگردان. الله تعالی ازش پرسان کرد که محمد از کجا شناختی صلی الله علیه و سلم. حضرت آدم علیه السلام فرمود زمانی که در جنت به طرف عرش متوجه شدم، اونجا دیدم که اسم محمد صلی الله علیه و سلم در قبال یا در کنار اسم گرامی ذات ذوالجلال خودت نوشته بود. فهمیدم که کسی است که به نزد بارگاه الله تعالی حرمت بیشتری را داره. پس بناهن وسیله و واسطه پیش کردن مشکل شرعی نداره، اما آداب رعایت شود. در حقیقت هر چیز و هر مشکل را به خاطر رفعش ما از بارگاه الله تعالی طلب داریم و هیچ وقت مستقیم از هیچ فرد ما طلب و هیچ رفعیت را ما طلبان نیستیم. آقا شاه از جوزجان به تماس هستند. سلام علیکم و رحمت الله. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. علیک السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما برادر عزیز. چی میکنین اولاد را؟ ها درست از برادر بشنوین جواب را. آقا شاه برادرمون از جوزجان سوال کردن که فرزندشان بیفرمان هستند، همیشه وقت در خواب هستند و این پدرم نیاز و ضرورت بر خدمت از ای داره که باید بره و کار کنه، زحمت بکشه و آذوقه دنیای بتوانه تهیه کرده و اینها نوش جان بکنن. در ضمن هر دویشان باید کار را بکنن، لیکن یک دیوار فولادینی که ما بگوییم در بین فرزند و از ای پدر مادر از اینها هستند که دیوار قرار گرفتن. مادر بزرگوار توصیه ما بر ازی است که ما نمیتوانیم با وجود از ای که فرزندمان علیهمان حق داره فرزندمان را تنبل آموخته بکنیم. همیشه وقت اکثر فرزندان که گمراه شدن به این طرف و آن طرف راه پیدا کردن و به اغوا و سرکشی سر کشاندن، همیشه وقت میبینیم که از دلسوزی به جای مادران است. چرا فرزند کار نکنه؟
چرا فرزند درس نخوانه؟ چرا فرزند زحمت نکشه؟ هر آن وقتی که فرزند خود را تنبل آموخته کردیم و اون را ماندیم تا هر وقت دلش خواست بخوابه، هر کاری که دلش کرد بکنه، ما علیه کمک و پشتیبانی در قبال فرزندمان به همراه پدرش جنگ کردیم. یکی خواه این گناه کبیره و بزرگی هست که بدون مورد شرعی یک مادر یا یک همشیره یا خواهر در قبال شوهر خود استاد شود. او شوهری که الله تبارک و تعالی آنقدر عزت برش نصیبه گردانیده است که سرپرست خانواده و سرپرست مادران قرار داده. الله کریم اونها را مسئولیت داده تا ای که بتوانند سرپرستی بکنن و آنقدر نبی علیه السلام در قبال حق از اینها مهربانی کرده که اگر سجده بغیر از خدا جل و علا مأمور می بود کدام بنده، من هر آینه دستور می دادم که زنها به شوهران خود سجده بکنن. ما ایره نمیگیم که حق مادران و خواهران را پایمال بسازیم به او اندازه، نخیر، بلکه باید حقوق را مراعات بکنیم. وقتی که پدر یک امر بر فرزند خود میکنه که تو هم میدانی این امر از این پدر مخالف شریعت نیست، بدزدی امرش نکرده، براهزنی امرش نکرده، براه مردم بند کردن امر نشد از فرزند از طرف پدر، چرا ممانعت کنیم؟ خواهرمان شاه جان باز دوباره از قندوز به تماس هستند. میشنوین خواهر؟ خواهر میشنوین؟ خواهر یک جای خوبتر انتخاب بکنین. قبلا ما تماس شما را از دست دادیم، جایتان را یک ذره تغییر بتین تا بتوانیم سوال شما را بگیریم. به هر صورت اولاد، فرزند اگر بیکار بمانه در خانه، اگر تنبل آموخته شوه، مادر بزرگوار ای بلای جان از برای خودت جور میشه. پس نگذار فرزندت بی مضمون بمانه و نگذار فرزندت بیکار بمانه. بگذار که کمی قوی به بار بیایه، شانه به شانه، دست به دست به همراه پدر همکار باشه و همیش معی در همه امورات پدر، در همه زمان به همراه پدر بوده باشه. وقت برنامه ما به خاتمه رسیده است. تا برنامه بعدی تمام شما خوبان را به الله بی‌نیاز می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.